سلام دوستان عزیز نازنین، امید که خوب باشین. خوشحالیم که امروز باز در خدمت شما قرار دارم عزیزان دل، با یک هوای خوب، با یک فضای خوب، با مهمانای جدید. امروز ما تعطیلی داریم، در خانه هستم. امروز پنجشنبه، اولی برج ماه، برج 5 دیگه. تصمیم گرفتیم امروز با خیشای خوب، با دوستای خوب، با عزیزای خوب، با فامیلی نازنین خوب، گفتیم هوا خوبه، از این هوا باید لذت ببریم. بریم بیرون کباب کنیم و بریم بگردیم، بازی کنیم، بولانه پخته کنیم، با دوستا شریک کنیم. خب دوستان عزیز، پرحرفی نکنم، خیلی خوشحالیم که امروز باز در خدمت شما عزیزان قرار دارم. اینجا قدای درخت هم دیم که چو جمع کنیم بخیر ببریم آتیش وار کنیم دیگه. مثل قدیما که پیچک خوراک است رو گفتم که باید پیچک خود جمع کنین دیگه. حالی همه دخترها پیچک خود جمع نه، اندازه خود باید چو جمع کنه دیگه. بشت ما میر میده کنم. ما بلا چون ما ماشاءالله افغان هستیم، به خاطر امزو انزی بر بیا بریم اونجا توی مفتی. این چو یک بله دیگه کجا شد؟ برای مادر با خود ببرم؟ اما چرا برمیگردی؟ زینب ما این می چوب در راه را بگر او بگره میره. نه خوبه دیگه، یک دفعه Afghans built different. On God. Let's go. شما واسه بخیر. مرتضی اونجا چوهایی که بزرگه یک دنه بیل مادر که خوب در بگیره. خیلی کلان خورد نمیشه. اونو تو یک سرچ بیل تو؟ اونو سرچ که ساختم اون طرف خب بیلو دیگه اون موتر دبیلی از او چوی دیگه بیلو. نه یک سرچ بیل، اول از یک سرچ بیل مادر ها. آفرین، اون موتر بیلو، اون موتر بیلو در میگیره دیگه. اون وارم بیلو، اینو میده را. جایش مهربان علی زنجی بایم بلده سو چای بریزم ها. زیادتر بیلو کم نشنه ها خمیسی متفاهمه چی جبجی را بیدره نه ما دستان سنگ کنیم تمام سیاش ده هم دوم دیگه یه چیزا دمی زحمت شد مزه داره. درسته نه؟ مادرم کلا عاشق زحمت کشیدن، دستش درد نکنه. عاشق زحمت کشیدن. دوستان نگاه کنید، به خدا این بولانه رو میدونی باید چیکار کنه؟ باید عروس جدیدت بخوره. باره گرش جدید پیدا دیگه مصطفی ترک خدا. آقا دوستای عزیز، هر کی میخواد عروس جدید مادرم شنه زیر از این پست کامنت بذاره. نه زیر از این ویدیو چیز کنه، کامنت بذاره. یا اگه کسی رو آشنا داره. آره فقط دیگه درمون آشنا بگین. ببین دیگه چی میخوان؟ مادرم دنبال یک عروسی که فقط براش بولانی بیده. نه واقعا لذت بخش مادر. آره آتیش هست مرتضی باید شما کباب خود جور کنین مرتضی دیگه. آره زغالا رو همه انداخت. نه اینو یک نه ما تو کار نگرفتن زغالایش. اینا خلاص زغالا رو میندازیم. بولانی با چوب. چای آتیشی غیر آتیش یوش دیگه.
اینمی دیگه هلپ کردی؟ نه مادر خوب زرد نشده. بذار کم خوب زرد چنه. نه یکی بیا اینو برته. کاک تا خوب است پس کار برمیاد. بیا یه نالی خود تو دیگه بالا نیر تو سرخ کو. خدا نکنه که سوخته. حالا خدا کرده شروع کن. بیا دیگه یک لحظه تو کار کنی. حال چه شدم مصدوم شدم. بیا دیگه مرتضی کار کنم. بیا. باز دوباره موقع جمع‌کاریش مصدوم خدا یک ذره روغن شلال و خیلی مزه بود. دستایت چطور سیاه شده؟ دستایم امروز کار کردم. اوی لا پارک چه شلوغه. تو که شنیدی چرا از من پرسی چی گفتم؟ بیان تو گپ خود دوباره می‌زنم. بسم الله. از ترس دیگه عوض کنی. بله. من از مازنای که برای جور کنم. راول بزن. افغانستان بخیر فقط بگه همه وقت تندور وار کده. همه تا دودایش بوره دیگه زرد گوشه و کنار زی پارک. اسمو یه طرفه بندار ازمو. سینا اول باید ببری خانه. میخوای نان تاکوس باشه. با اینجوری با همین که بزنیم آرام. یواشتر سکته. محکم. اون شطرنج دوباره؟ دانه شطرنج داره؟ قد مرتضی مواسطی بازی نمیتونم. چای جوش نوشتر سیل کن. چای بر نوشتر. یک ذره این واو چه مقبول شده تو. ببینو خیلی مقبولک شده ها. ما چی میدونم مادر؟ جانم چه بریم دیگه مرتضی. برو که بریم دیگه. حالا چیکار باید بیا خانم بیا نه دیگه
باشه میستم دما پاس کنم داشته محکم میشه درست وایسی حالا مرتضی بیش شو دیگه هذا شو راكب لا تبولي زيتا مرتضی اصلا شلون شو دستار همچین میگه انگار من ندیدم میشه بس بالا بالا داشت بالا سرت خداحافظ خداحافظ سارا یه نو اوکی والیبال بازی بیا باز نه بازی دیگه بازی اگر زدیم دوباره اگر بزنیم اگر اگر تو بهش بازی تو اگر تو خورد نه بکه ای فوتبال میسکه گرین نگه اگر تو بهت خورد شیشتا نه مرتضی توپ زمین سکتی من چرا چی داره بول مرد که زینا مصطفی رو دادم نه چی شد ما باید ادامهش بریم یا تو میشین یا ای باید بشینم بلده از ما خیلی خوش گذشته. جای شما عزیزان و شما دوستا خالی. واقعا بولانیم خیلی خوشمزه بود. چایشی بگیم کیش نگیم از ایستی مزهشی همچنان کبابشی بگیم که همه شما رقم واقعا دیستای ما تا سیاه بود دیستایم که اصلا در عمری رقم نان نخورده بودم دیگه. خلاصه مزه داد دیگه. دوستای دخترها هم خیلی زحمت کشته بود دیگه. دوستا امیدوارم که از ویدیو خوشم باید دیگه. شما از این پیکنیک ها از این کبابا از این بیرونا برین خیلی واقعا خوش میگذره. امیدوارم تا ویدیو جدید را شما به سلامتی کامل ببینم.